سلام خدمت عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یه پست آموزشی اصطلاحات شطرنج در زبان انگلیسی در خدمتتون هستم. خب شاید براتون پیش اومده باشه که بخواید بیان کنید که من یه پیاده جلو هستم یا یه سوار عقب هستم. خب اینها رو در زبان انگلیسی به چه صورتی باید بیان کرد؟ توی کتاب‌ها از چه قالبی برای بیان این جملات استفاده میکنن؟ خیلی ساده است. یه قالب خیلی ساده رو میخوام بهتون آموزش بدم. هرچند که خب میدونید در فارسی هم ما جملات رو میتونیم به عناوین مختلف بیان کنیم، در انگلیسی هم به همین صورت هست، اما قالب استانداردش به این صورت است. شما از یک فعل تو بی به همراه پسوند آپ یا داون استفاده میکنید. مثلا میخواین بگین که سفید یک پیاده جلو هست، میگید white is a pawn up. white is a pawn up. یا مثلا میخوایم بگین که سیاه 2 پیاده جلو هست. black is 2 pounds up. black is 2 pounds up. خب حالا بگید که سفید یک سوار جلو هست. سوار در زبان انگلیسی پیس گفته میشه. white is a piece up. white is a piece up. خب حالا برعکسش میخوام بگیم که یه پیاده من عقبم، من یک پیاده عقب هستم. حالا آپ رو برمی‌داریم داون میذاریم، خیلی راحت. خب مثلا میخوام بگم که سیاه یک سوار عقبه، سیاه یه سوار کمتر داره. خب خیلی راحت میگم black is a piece down. black is a piece down. خب دوستان، همونطور که میدونید ما به تعویض یک رخ با یک سوار سبک، یعنی اسب یا فیل، تفاوت میگیم در بازی شطرنج که معادل 2 پیاده هست. در زبان انگلیسی برای بیان تفاوت از کلمه exchange استفاده میکنن. خب حالا که ما قالب ها رو یاد گرفتیم خیلی راحت شد کارمون. میخوایم بگیم سفید یک تفاوت بیشتر داره یا سفید یک تفاوت جلوه، میگیم white is an exchange up. یا سیاه یک تفاوت کمتر داره، black is an exchange down. خب امیدوارم که این پست آموزشی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شاد و پیروز باشید.